خب دوستان، اینجا ایستگاه متروه. ما الان در مترو هستیم. خب از جایی که این 3 صندلی ها تاشوهن و بالاش یه تابلوی میبینید که این پرایویتی اریا پرایویتی معدوده هستش که فقط خانمایی که بچه کالسکه دارن و کسایی که ساک دارن میتونن بشینن، نباید اینجا پر باشه. اینم صندلی های دیگه قطار هستن. قطارش خیلی تمیزه. خب اینم آسمون ابریه امروزه، خیلی آسمون قشنگه. الان که رفتم داخل خود ایستگاه براتون میگیرم.